سلام بچه ها، چطورین؟ اسمم پرام ایکس جیم. امیدوارم روز خوبی رو داشته باشید. خوش اومدین به یه ویدیو جدید. اومدم این دفعه با یه ویدیو متفاوت. اومدم هم بهتون یه مکان مخفی، یه مکان اسلحه یا اون تفنگ تو جی تی بهتون نشون بدم که خیلی به کارتون میاد، حتما به کارتون میادش و یه سورپرایز هم واسهتون دارم. حالا بذارید من اینو پارک کنم حالا اینجا. 2000 years later. بالاخره پارک شد. بعد اینا که پیاده میشید باید خیلی مراقب باشید. این کلتا رو برمی‌دارم. مراقب هم نبودید. یه دونه اینجا آرپیچی هستش که حتما به کارتونم میادش. نکنید آرپیچیه. حالا آرپیچی من 18 تاه، برم روش میشه 19 تا. مثلا نگاه کنید، بذارید اذیت هم بکنیم. نشد. یکی رو بزنیم. بالاخره زدیم بچه ها. بریم واسه سورپرایزمون. خب بچه ها، سوار هواپیما میشیم. سورپرایزمون اینه که باید برید سمت شهر بازی. من بذار برم اینجا. دقیقا مکانش اینجا، شهر بازی اینجاه. شما این شهر بازی رو میگیرید، میاید این ته حالا این پله باگ داشتش که نمیدونم چرا برای من کار نمیکنه. وقتی که رسید اینجا این ته نشون بدم بهتون. وقتی رسید به این ته شاتگان رو بکن. اینجوری میپرید تو آب. وقتی پریدید تو آب هم اینجا که هستید برید این زیر. سورپرایز هم اینه که فرانکلین الان میخواد یه دونه گل بخوره و تبدیل بشه به یه دونه کوسه که من بذار پیداش کنم. بچه من پیداش کردم. مکان دقیقش اینجاه، زیر این. اونجا که پریدید میگردید میایید اینجا به یه گل میرسید که بغل دست فرانکلین هم الان هست. وقتی که رسید اونجا از من برم بخورمش. بذارید که هوا بگیرم. بچه وقتی رسید به این بالاش، این بغل یه دونه چیز ظاهر میشه. بغل یه دونه باید بزنید که برید بخوریدش. که الان فرانکلین گیر کرده و من بدبخت شدم. بچه اون دفعه فرانکلین مرد. حالا باید دوباره بگردم پیداش کنم. بعد بچه حالا که چیزم میکنیم اینم بخوریم بره. فرانک مثلث. بچه حالا میخوایم بخوریم که فرانکلین برداشت خوردش. ببینیم تبدیل به چی میشه. بکنم تبدیل به کوسه بشه یا ماهی بشه، چون تو آب الان دیگه. تبدیل به چی شد؟ تبدیل به دلفین شد. نکنید بچه ها، چه گوگلی شد. نکنید بچه روی آب هم میتونید بیایید. ولی مثلا الان
اینجوری بزنید به زمین نمیشه و باید سمت ساحل تا بمیره. من برم سمت ساحل. و بعد اینجوری میمیره و منتظر میشیم تا فرانکلین بیاد و میبینید که فرانکلین دیوانه باشه. بچه ها مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. همتون رو دوست دارم. فعلا تا ویدیوهای خفن دیگه میبینمتون. فعلا.